این که تو قرآن میفرمایید من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اگر هر کسی از ذکر خدا دور بمونه زندگیش تنگ میشه، این به خاطر اینه. شما ماهی رو از آب بنداز بیرون، این ببینید احساس خفگی داره میکنه، احساس تنگنا میکنه. حالا ولو اینکه این ماهی رو بنداز تو تنگ طلا، وقتی آب نباشه اون تنگ طلا چه به دردش بخوره؟ آدم اگر تو رفاه کامل باشه ولی خدا را نداشته باشه احساس راحتی میکنه؟ نه. چرا تو بعضی از کشورهایی که شاید یک فقیر توش پیدا نشه، سوئد 8-9 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره، شاید یه فقیر مالی توش پیدا نشه، اما درصد خودکشیش دومین کشور جهانه. چرا اینجوریه؟ اونا که فقر ندارن که، چون خدا رو نداره احساس خفگی میکنه. من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا.